یک قسمتون با این طرف، قسمی دیگر با اون طرف. رفتیم با این طرف. الپرین 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 این طرف. الپرین اینجا کسی هست؟ این آدم زخمی است. زود یاری تجلیل رو جزنید. مرکز زود به اینجا یاری تجلیل رو روان کنید. یک نفر زخمی است. برین در کجا باشه؟ باری آخر میگویم برو سرته. خودت میدانی که این کارت نادرست است. هیچ کس حق ندارد که این را از من طلب کند. این خیلی باشد گناه از گردن انسان. برای تو را پراندنم در آینده از من مینه‌دار خواهی شد. حالا همین خیلی هر کاری که خواهد کردن گرید، لیکن من این پلید را از دست نخواهم داد. یکی دیستا که میداند سراغ الپرین را درست گفته است یا نه؟ التماس از من طلب نکنید. من دیگر نمیتوانم. آهسته احتیاط کنید. یکیت با تو میگم صبر کن. سردارم تیر از کمان جست. سردار عجیب جواب نمیدهد. زود خبر دادن اما لازم. کجایی الپرین کجایی؟ گوش کن. با این زن شاید درباره الپرین خبری دادنش میکنه. تا انیق کردنم صبر کن. به خاطر الپرین. باشد سردارم. تنها به خاطر الپرین. مرحمت جواب دهید. مجبورم انتظار شوم. الو؟ سردار جای گفتتان رو دیدیم. دکتر رو پیدا کردیم. زخمش وزنین است. الپرین رو چی؟ متاسفانه در اینجا نیست سردار. چه نیست؟ در آنجا باید باشد. همه جایها رو خوب نگاه کنید. گفتیم سردار لیکن نیست. حاضر با بچه ها جنگل رو میکوبیم. همه جا رو بینید. تگ هر یک سنگ رو بینید. در کجای نباشد پسرم رو یابید. برو یابید. بسیار دور نرفته است. بیایید بچه ها میرویم. اطاعت سردار. این آدم با ما دروغ گفت. در آن جای گفته‌اش الپرین رو پیدا نکردن. سلاحت را پایان کن. دروغ میگوید. برای که من او را نکشم دروغ میگوید. برای جزا نگرفتن و از کار رانده نشدنم دروغ میگوید. اگر خواهی خودت گپ زن. در استخوان تنها دکتر را پیدا کردند. البته نمی‌آورند. چی انتظاری؟ کش مرا. تو خب شد لعنتی گپ نزن. الپرین در کجاست بگو. سردار حالا که او یگان خطاگی نکرده است گوی سلاحش را گیرد وگرنه پسرت را نمی‌یابی. بگید سلاح را گیره کن. سردارم نزدیک نشوید. التماس من این لعین را میکشم. میدانم که به خاطر الپرین این کار را نمیکنی. بیا سلاح را ته. با من ده. زیق نشو. همش خوب میشود. چی شد فرشته مرگ؟ پرو بالات شکست. تو کیمشون لعنتی جاغ نزن. با تو حساب من حالا برابر نشده است. قاتل نهایت عجلی تو در دستی من است. لعنتی قاتل. یگید سردارم این ناکس حلیمه را کشت. وجودم میسوزد سردارم. همش از برای من شد. از برای من سردارم. اینقدر خودت را نخو. او بیریخته را بر نمیگردانی. عقل برای همین روزها لازم نیست مگر؟ سردارم با این زخم دل مگر در انسان عقل میماند؟ خودت را به دست گیر. با خود را هلاک کردن حلیمه را بر نمیگردانی. بچه ها همه جا رو نگاه کنید. دقت کنید. الپرین کجایی الپرین؟ و همه جا نگاه کنید بچه ها.
Alperen! 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 Kanito! İşte her yer daraktı bu taraf kovbelden Çolum beşine bir Alperen! Alperen sabahlı! Alperen! 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 هنوز هم یگون خبر نیست بزرگ میابم میگوید میابند البته میابند غم نخورید هنرپا باز کمی دیگر صبر کنید اکای نجیب البته زنگ میزنند من برادرم رو خیلی یاد کردم یا بندو رو ها انا انیق اکای نجیب الو نجیب با چی مشغولت؟ مشغولیم گوشمون در تلفن است انتظاری خبری تو هستیم یافتید نمیتونی نجیب چرا خاموشی یگون چیز گوی یا که الپرین طاقت کن فقط برای الپرین را یافتنمان وقت لازم است چه خیلی وقت میگویی مگر اینقدر وقت نگذشت باز چقدر انتظار میشود نجیب کودک هستم مگر دروغ میگویی حاضر میابیم بدتر میابیم آقا بس کنید آروم شوید هنرپا نجیب تو از من چیزی رو پنهان میکنی التماس راستش را بگو با پسرمون چیزی شده است تو با من نمیگویی همین طور نه نجیب یگون سخن خوب بگو از کجا میابی این سخنها را مرا گوش کن گوش نمیکنم دیگر وقت گوش نمیکنم این آدم جای الپرین را میداند دیر شود هم میفهمی اگر با پسرم یگون چیز شده باشد اگر با پسرم یا آجا الو زنه خوب هستی؟ اکای نجیب هنرپا از خوش اینش باز نمیرسید شما با او باشید آمدن من غیر امکان است در اینجا هر یک ثانیه غنیمت خوب فهمیدم نجیب اکا با شما زنگ میزنم هنرپا خدایا التماس مدد رسون ساق و سلامت پسرم را یابم الپرین هنرپا آجا جان التماس چشم من رو کشو با خود بیایید اپا الپرین بیا جناب تونچر به اینجا باید عادت کنی چون که زود آمدنت لازم می شود من عادت کردن نمیتوانم فهمیدی میجازم نمیبردارد این زولانه تو در دستم زیاد نمیستد اینطور باشد به دهانت زولانه می بندم برید اطاعت ثبت میزن کنیم پشت رو خوب بیا رفتیم باجم چی شد التماس رو با او شوره چه ها میگوی نوربانو چرا فکر بد میکنی با مادرت هیچ چیز نمیشود آروم شو نوربانو از غم همین خیلی میشود بسیار وحیمه نکن اول برادرم بعد مادرم نوربانو بس کن گفتم این از غم نزن شدن نوربانو آروم شو همش خوب میشود نوربانو با کی گفتم نوربانو حتما با پدرم هم یگون چیز میشود به کس و تنها میمونم بس خواهرکم همش گذشت انا نگاه کن مادرت به خود میآید انا آجا چی شد؟ چرا تنهایی سرم استید؟ هنرپا خوب استید همه رو ترسوندید خوبم آجا جو خیلی ترسیدم دخترم تنها بیهوش شدم چرا گریه میکنی؟ گریه نکن خیر بیچاره چیکار کند هر روز یک حادثه نو عصبای او نیز خراب شدند آجا گوش کن تونچر دو راه داری
یا چیزی که میدانی به ما میگویی یا ما مجبور میشیم که برای هر دمون این راهی با عقلانه است یا این که زده نه این کارها لازم نیست ما زوری را استفاده نمیبریم اکنون اصولهای نو پیدا شده است که به موی سرت آسیب نرسانده خودت گپ میزنی اما کمی وقت رو میگیرد بنابراین گپ زن گپ درباره حیات یک کودک میرود وقت رو نگیر گپ زن الپرین در کجاست سردارم او را به من بگذارید با او با زبان دوست داشته خودش گپ میزنم میبینید چخیل به گپ میدراید حتی چارمزهایی در کودکی دزدیده‌اش را نقل میکند لعین ابله بگید در این صورت فرق ما او نمیماند توی رو میفهمی یا نه سردار راست میگوید به تجربه حرامی بگید شرط دارم اگر جواب دهید میگویم چی؟ البته کمی پول لازم باز چی؟ چپتای تیاره مهمان خانه هم فرمایه البته 5 ستارگی باشد اتاق شاهانه اگر من این خیل خرید و فروش کنم پس بین من و تو چی فرق میماند بی عقل من آدمی هستم که قانون را ویران کنم حتی اگر حیات پسرم هم در خطر باشد و مثل تو بر این حرامی ها خرید و فروش نمی کنم درا سردار دختر به خود آمد گپ زد بله الپرین бандҳои духтурро кушода ёрдамхоҳӣ рафтааст дигар аз ӯ ягон хабаре нест سردارم حبسخانه سلطان احمد را مهمانخانه کردند به این جناب یک حجره شاهانه جدا کنه میگویم اونجا پر بودگی سیگیت بیرم پاشا را مهمانخانه میکردند آنجا را یک بینیم سردارم اما بشره این دیوسیرت با مهمانان آنجا سازگار نمی آید از همه خوبش او را با آدمان مشهور در یک حجره شاهانه جای کنیم حجره شاهانه میزیبد ҳамаи ҷангалро гуфтем сардор лекин наёфтем در جنگل نباشد حتما در همان جایها است لیکن در کجا деҳаҳои атрофро ҳам бинем شما امانده شدید از شما دیگر خواهش کرده نمیتوانم خدا راضی باشد از شما чиҳо мегӯед сардорам мо аз шумо омӯхтем ки ин вазифа на вақт дорад на соат зуд деҳоти атрофро мекобем مثل که زمین پاره شد و با خود در آمد در کجا باشد این کودک نجیب دادا کنی الپرین و شما یک خبر خوش و یک ناخوش آوردم تو حال خبر میاری نجیب من خبر نمیخواهم پسرم رو میخواهم رفیق سردار اول خبری خوش را شنیدن میخواهیم چون که به آن احتیاج داریم خبر خوش این که پسرم اکنون در دست و یادم نیست خدا رو شکر او در کجاست من همین را نمیدونیم این خبر ناخوش او را کشته به یکون چاه پرتافته باشد چی این غیر امکان است هنر وقتی که تونچر استخوانه را ترک میکند الپرین دکتر را کشوده و برای کمک بیرون برآمده است در جنگلی کلون به سرش یکون بلا آمده باشد چی بچه ها کوفت و کور را دوام میدیم من هم میروم من هم همراهی تو میروم من هم میروم رفیق سردار اپای هنر را تنها نمیگذارم خوب با هم میرویم
بچه ها شبی درست گفتیم اکنون امیدمون با مردم همین شهره که خردکک است لازم باشد با همه یک به یک صحبت کنیم البته یکون نفر یا دیده یا شنیدگی است برای کار اطاعت سرجان گفتگو رو دوام بدید رفتیم با این طرف ما با اون طرف چیکار میکنیم نجیب؟ چیکار میکنیم؟ یکوبیم دعا میکنیم که در اینجا باشد ما هم با رنا پرسیدنی اومدیم اگر یگون نشانه یابیم با شما خبر میرسانیم فهمو من هم یگون نویگری شود خبر میرسانم عثمان به من نگاه کن لابای بیبی چی شد؟ کمی یوریته به من این کی است؟ از کجا میدونم در جنگل مثل مرده میخوابید گرفته آوردم یاریده نه دخترم در اینجا هیچ وقت ندیدم تشکرم خب مایلش نخود یگون بنده خدا ندیده باشم گوید که دیدم به این طرف رفت به اون طرف رفت دیگر یگون امیدم نمانده است رم چی خال امید نمانده است تا تمام این شهرک رو نکوبیم امید هست بیاید رفتیم اپای هنر رفتیم گیر پسرم گیر پسرم نوش من در کجایم خلا؟ پسرم در جنگل بیهوش میخوابیدی گرفته آوردم جنگل دختر آدم از پایم می اومد او ما رو کشتن میخواهد آدم نیست هیچ کس نیست شیرت رو نش دادای من پلیس است من رو میکوبند من باید روم پسرم غم مخور حاضر رفته به نوزیر خبر میرسونیم تو خواب کن تو به خود بیایی دادای من پلیس است او را باید یابم آدم اسبای من است خدایا این کودک را چرا شکنجه دادن عثمان لابای بیبی جون بیا رفتیم تو بیدار شدنش به ناظر منطقه خبر دیم پسرم بیا رفتیم آرام شو مادرت در اینجا میخوابد به وای رسیده با نام او فخر خواهی کرد که مادرت شهید راه عدالت شده است خاله جان التماس زیق نشوید آب چشمتان را تازه کنید اکا ما رو میبخشید اتوبوس انتظار است راه همون دراز است کودک رو از من میگیرید این کودک یادگاری حلیمه است من او را پرستاری میکنم اکا این کودک حلیمه است مادرش از حلیمه سیر نشد مونید از نبیرش سیر شود التماس کودک رو دهید التماس او را از من نگیرید میدونم که جدا شدن نمیخواهید اما این زنک شوهرش رو از دست داده است دخترش رو به خاک سپارید در زندگیش تنها نبیره‌اش مانده است او را از نبیره‌اش محروم نکنید
این یتیم را اول به خدا بعداً به شما میسپارم. یگان دشواری یا احتیاج پیدا شود البته مراجعت کنید. من همکنون فرزند شما هستم. خدا نگهبانتان باشد. نجیب یکون خبر هست؟ نه از شما چی؟ قریب که همه ساکنان شهرک را پرسیدم هیچ کس ندیده است. از اینها هم پرسیم چی؟ ایرانو چی میپرسی؟ نمیبینی احوالی زن رو؟ نو که بینیش رو با یک عذاب میبینم. گوش کنید اپا، من خبرنگار هستم. کی چی جواب میدهد معلوم نیست. سلام خاله جان. ما یک کودک را میکابیم، در همین جای گم کردیم. سوی جنگل رفت و دیگر نامد. شما رو ندیدید؟ پسرکی برابری همین در تن لباسهای تازه اروپایی دارد. چی؟ خاله جان عینک هم دارد؟ نه فقط از جنگل پیدا کردم و پشتم گرفته به خانه آوردم. به ناظری منطقه خبر میدهم. خدا از تو هزارها بار راضی باشد. به دسترسی تو هم رسند. پسری تو؟ بلی اسما. مادر مرا با آنجا ببر. نمیشود. من نزد ناظری منطقه میروم. هر کار شدنش ممکن. این جایها رو ناظری منطقه نظارت میکنند. از کجا میدونم شما کی هستید؟ مادر خواته نشم، من هم پلیس هستم. راحت باش. پلیس باشی میشود. این خیل باشد از پشتن بیایید. مادر بیا با ماشین رویم. تو را مانده نمیکنیم. رفتیم. خدا آفرین به تو رانو. راحت بخواب عزیزم. ما آن رزیل را دستگیر کردیم. تو از جنت به ما نگاه میکنی. او باشد در جای پسترین در حبسخانه ها عذاب جهنم را میکشد. آرام بخواب. من باز می آیم. باز درد دل می کنیم. خیر حلیمه. از اونا میترسم. از اونا میترسم. دکتر طاقت کن. تو را از اینجا خلاص میکنم. دکتر طاقت کن. دکتر من در کجایم؟ در کجا؟ دادا آچه اینجا کجا باشد؟ اینجا کجا باشد؟ خونه همین است خاله. البرین در اینجا سازید. گذارید. زنک تو پیش درو. انا در همین جا.
مادر در اینجا کسی نیست؟ آره طبق در جایش عثمان هم دیده بود از این استکان شیر خورده بود در همین جا بود. از کجا رفت؟ از کجا میدونم؟ من هم حیران شدم. شاید ترسیده گریخته باشد. خدایا از عقل بیگانه میشوم. انیق در همین جای ها است. سلام علیکم امک جان. و علیکم السلام بچه جان. امک جان کجا میروه؟ با کجایی که خواهی به همون جا میبرم. مرکز استانبول میروم. این خیلی باشد شین همراه میرویم. یا خودت تنها در اینجا چی کار میکنی؟ در راه میگویم امک. درگذر شین. درست است که حلیمه روحانو رو قصدن کشته. من یکی را کشتنی بودم. پشیمان نیستی؟ نه چرا پشیمان شوم؟ نوبتی تو هست چیگید؟ البته جناب تز تز به زیارتت میروم. از رایلت من میشوم پروا نکن. البته یک روز میبرایم از پیت میشوم. پیشترا مرا انتظار شو. برمیگردم. درو مرحمت. ابای کیروز هنوزم خبر نیست. با فکرم الپرین رو نیفتند. به خدا نمیدونم. یگون فکری بد نکنم میگویم لیکن انا اومدند. چی شده با؟ پیدا نکرده باز گم کردیم. یعنی چی خیل خوبتر فهمونید و چند؟ رفتیم در دو خلقت میزنیم. شما از کجا می آیید؟ کودک رو با هوای تازه برآوردیم. دخترم چرا خانه رو تنها میگذارید؟ یگان کس اومدنش ممکن؟ برای غذای کودک با مغازه رفته بودیم. خوب هممون مونده شدیم. کمی دم باید گیریم. بعد یگون فکر میکنیم. بامزه در گوستنگی اینقدر بامزه بوده است. من کودک رو میخوابانم. گیره دپای کیروز. دادرم رو باز میدیده باشم. انشالله دخترم. اگر گفته وی زن درست باشد پسری من میداند کارش رو. حس میکنم که به نزدیکی میابیم. میدونید به نظرم گویا که به مقصد خیلی نزدیک شده ایستاده ایم. امروز چی شد؟ با ما هم نقل کنید. خاموش شوید. در روزخانه کسی هست؟ نه اوجا کی می شود؟ Stop police!
Alperen? Lapay. Alperen? Bisara bitti. Bisara ka. Dachi bin kayo masakit. Bisara jorna. Bisara, tu çeva çoma. Pomoşni ro. Şuradan mı pisaram konuşu bedonu? Onları mı pisarı şehra? Bisara ka. به فکرم همه در داخلند. به فکرم کسی نیست. سردارم. Alperen رو پیدا کردیم. از کجا پیدا کردید؟ ما رو در آسمان میکفتیم. اون در زمین بوده است. خوش آمده شیر بچه. Akayigid maro medidi az o adam hech natarsidam. Chikor karda meduni? چیکار کردی؟ Ba chashmonash nigoh karda. Guftam ki Tunjar az tu nametarsim. Aferin. Apay Halima kujost? چی شد آقا؟ الپرین جان، اپای حلیمه اکنون با ما نیست. چرا؟ با کاری دیگر گذشت؟ مثل اینکه همین طور. سردارم، 2 دقیقه در باغچه گپ زنان کرده میتوانیم. اوچه وای تونجا راست کو و رویش توف کردم از من ترسی. کم دارک وزن شب که با گپی تو باور کنم. تو با فکرم اون رو زدن امجام کردی. چرا شلوارت تر است؟ وای آب ریخت. کنی بینم آب است. اوچه این وای چی وای است؟ چی وای پای نیست آب چی میخنده؟ آب خوردن در بغلش ریخت. آب است چی میخنده؟ آب خورده و شلوارش ریزونده است. چرا با الپرن میخنده؟ این بسری هریم کودک میآید. عجایب است میخندند. بیا رفته شلوارت رو عوض میکنیم. بیا شرم داشت. چی شد؟ سردارم، هر قدر که به شما تشکر گویم باز هم کم است. مرا از یک راهی خطا گرداندید. اگر وی رزیل را میکشتم البته به حبسخانه میرفتم. حلیمه را هم برگرداندن غیر امکان است. بعداً من هم از آنجا مثل آنها شده میبرآمدم. نه وقتت به جایش اومد. خوب حساب میکنیم که کمی نوز کردی و خلاص. وقت داروی همه چیز است. بس این سال من که رسیدی باز یگان یکی دیگر به تو هم ناز میکند. سردارم، صد شکر که الپرین را ساخ و سلامت پیدا کردید. سردارم، اگر اجازت میدادید یک چند روز از این جایها دورتر میرفتم. خیلی خوب میشود. میبینم که احتیاج داری. پسرم، فاتح را به شما امانت میگذارم. تو غمی او را نخور. به کجا میروی؟ نمیدانم. شاید به کوه، به شکار روم. او دقت باش. کسی که به شکار میرود شکار میکند. تشویش نکشید، احتیاط میکنم. یگان رفتاری نادرست نمیکنم. در امان خدا. بدار شدم در یک کلبان. تز گو ریختم. خوب
کردی پسرم ما هم تو را در آنجا میکفتیم بعد بر راه بر آمدم یک ماشین بارکش آمد ایستا گفتم ایستاد اگر باز 2 دقیقه دیگر انتظار میشدید ما میرسیدیم آقا ویش رو هم ده جناب گوی جناب دادا پسرم تنها باشم بهتر می شود. نجی چرا ماشینی مرا میزنی؟ زنک با ماشینی بزدگی سوار شدم چکار کنم؟ ببخش بیا من از شما دورترم نورمانو برادرت را بزن پسری مرا کسی با ماشین ماشین حق ندارد زدن پسرم ماشین حالا میبینی وای تمام آه دادا چی خیلناست رفتیم سر خاموش شوید چی شد؟ در وقت گم شدن برادرت گریه میکردی دیگر هیچ وقت او را نمیرنجانم گفته اینقدر زود فراموش کردی؟ میلش دادا با چرخوفالک میرویم رفتیم بنابرای به هر دست میشینیم اما اول چرخوفالک در بالای اسب چخل میشینن بینید و یاد گیرید دادای منظور ای بس اپاهت از تو کلانتر است با جای تشکر گویی این خیل میکنی میلش رو چه جنگ نکنید من با کودک نمیشوم مانی جنجال آمازه اینجا رو بینید من در سن سالی تو بودم اما این لباس چاه سوار نمیشدم یک خچیر سفید داشتم و خلاص البته اینجا شهر است هاپا از من بالای بابو سلام رسان احتیاط باش الپره مایلا چوچه در آنجا یک اسبم بود سوار می شدم با او خوش پسرکم مشکل بود است خوش با تو مکن خیلی نه احتیاط کن بیاد من صورت گیرم بسیار نبزن
آفرین دادا جون. باز یک بار دیگه دادا. اکا به خدا بس بودگیست. ای خانم سوختی مرگن زور بوده ای. استا ما رو پسر کور میگوید. خیرت که کور بوده ای. اگر که میدیدی چی کار میکردم؟ نجیب کافیست. گناه هست. با ریسک آدم بازی نکن. چرا با ریسکش بازی میکردم جانکم؟ آدم جویش رو ساخته است، ما هم پولش رو داده بازی میکنیم. خدایا نشانچه خوب باشم چی گناه دارم؟ ینگه گیرید برید شوهرتان را. بازیچه که در یک سال میدادم در 10 دقیقه همش رو گیرید. دیگر به اینجا نبیا. شده کنون همین قدر. قربانو بیا میرویم. برای کار استا. بیا زودتر رویم دیر نمونه. دادا یک چیز پرسم. دایم در برای اونجایی که شما کلان شده اید نقل میکنید. لیکن ما اونجا رو ندیده. با خدا دادا ما اینجا رو ندیدیم. مالش پسرم میبرم. برای چی نبرم؟ ما رو با آنجا بره. دخترم حاضر و جای ها دیگر شده است. فرمه اسب ساختن. از پیشترش نشانی نمونده است. بابای سعیس هنوز اونجاست. بچه ها رو نرنجان. با همین بهانه بابای سعیس رو هم میبینیم. مالش این خیلی باشه. دوستت میدارم دادا جانی عزیزم. فهمیدی اپا؟ دادا یکی میشود. اکا پیشت رو نگاه کن. تو هم پیشی پایت را نگاه کن وقتی که راه میگردی. خدایا آدم بین هم گناهکار است و هم زوری میکند. مالش برادر ببخشید. بیایید. آقای کبوتر در جای گفتتان هستم. خب در اونجا یک ماشین سوید امریکایی است. دیدی؟ دیدم. برون اکنون به سوی وی ماشین رو. مایلش. در پایان چرخ قفا کلید را گذاشته ایم. میبینی؟ کلید در دستم. اکنون باغاش را کشو. یک سمکه است؟ هست. چیزهای لازمی در سمکه است. چقدر که صحبت کردیم به کنسولگری حمله میکنید. مسئله این شب را فکر میکنیم اگر به شما سازگار باشد. بله جناب میشود. حمله را از نام تشکیلات میکنید. خبرنگاران پلیس ها دانند که تشکیلات ما کرده است. فهم آقای کبوتر.
اینجا چه خیلی زیبا بوده است. انا رسیدیم. دادا اینجا در حقیقت هم زیبا بوده است. اسب رو بینیدن؟ بسیار زیبا است. اینجا از ما بود. پیش از سوختن انا در اینجا خانه بود. دادا بابایم همین قدر بای بود. این زمین ها از بایگری دیده یادگاری اجدادی اند. چه روزهای عجیب گذراندیم در اینجا. وقت مثل آب گذشته می رود به خدا. دخترم به این خاکساری پدرت نگاه نکن. اولادی پدرت کهنه‌ترین اصیلزاده های استانبولند. بابای بابایش ناظری سری چابک سواران نجیب پاشا بود. انا اکنون فهمیدیم. بیایید بابای سیس یعقوب رو بینیم. اگر در اینجا باشد او با شما همشون نکنید. شب در نوبتداری کنسولگری تنها یک پاسبان می شود. بلش شما از اینجا می روید. خودتان را نمایان نکنید. غم نخور جوره، در برفهمیزی پایم نمیماند. دوامش معلوم است. قیامت قایم می شود. چقدر مرگ و زخمی شود همانقدر خوب است. اکای برون اگر دیگر پاسبان ها شوند چی؟ اگر نتوانیم چی؟ می توانید. برای مبارزه برای آزادی می توانید. شاید میترسی ازگور؟ چرا میترسم؟ من جانم را فدا میکنم. رفتیم نمایان نشده. مایل شکا من با دانشگاه روم در بوفت اعلاننامه رفتیم. خب خوش باشید. ببخش که می دیر کردم. کجا شدی مظفر؟ از بیمارخانه می آیم. کودکم باز بیمار شده است. پول هم ندارم. باز این غم به سرم آمد. می داشتم به خدا می دادم لیکن 5 تنگه هم ندارم. تشکر با تو. باز چیکار کنم؟ از اکای نجیب میپرسم. سلامت باشن. هر وقتی که پرسم نمیگوید. خب مایلش تو رو من نوبت را قبول کردم. برای کار با تو. همک این اسب میمورد. گوش کنم نکنم فرق ندارد. این آدم نابینا است. دادا التماس اسبم نمورد. دخترم نگاه کن بایطور خیلی کسل است میگوید. چیکار کنم؟ نشد دیگرش رو میگیریم. این اسب یگان درد ندارد. شما خوراکش رو عوض کردید. من گوش کنم چگونه خوراک؟ اسب میمورد. گوش کن پسرم. از سن سال تو دیده من اسب بسیار دیدم. حیوانی کسل را از بویش و آوازش میشناسم. این اسب یگان درد ندارد. ببخشید چخیل گویم نمیدانم. با این اسب دین بیگاهی نافهمیده خوراک شب مانده داده بود. چی؟ همینم کار شد و نترسید. به شمشک چیزی نشده است. توپگاه از رویش میخیزد. تشکری زیاد آقای یعقوب. شما نمیشودید به این عالمان نوبرآمد باور میکردیم. آقای یعقوب هنوز در اینجا هستید؟ همین اسب من شاه مردان رو میدیدید؟ شاه مردان؟ بله شاه مردان. اسب آقای اینجا علی. نجیب تو هستی؟ خودش. وای چند سال شد آوازت رو نشنیدم. چقدر هستی؟ شکر خدا و سلامتی داغوییم. تنها نآمده ایم. کودکایم در اینجایم. کودک ها؟ این الپرین. ماشاءالله. این هم نوربانو. ماشاءالله.
این همسرم خانم هنر. خوش آمدید، صفا آوردید. سلامت باشید محترم. بیاید از این طرف گذارید. بیاید. گیر دخترکم طبقره‌ها با آن وای دخترکی با عقل من کلان شده است به مادرش کمک میکند. آهسته در بر مرحمت سمبوسه پنیری و شربت. نشی جون. سلام کیروز. اپای هنر نیستند؟ چی شد رانو اینقدر بر وقت آمدی؟ امشب برنامه یکمی موسم نو را آغاز میکنم. نخود اولی جناب، موضوع یکمی برنامه چیست؟ فعالیت تشکیلات‌های غیر رسمی در دانشگاه‌ها. درباره آن که چطور جوانان را فریفته به دام خود می‌افکنند، امشب سری آنها را فاش میکنم. البته رانو جان این کار رو کن. در روزنامه خوندم کودکان رو فریفته تروریست میکردند. میکنند. نگاه کنی پسری من اولش به ناموس ها فریب کرده دلش را یافتند. پسرم از دست رفت. دخترم تو را خدا فرستاد. به خدا از سحر باز از این پلیس خانه به اون پلیس خانه دویده گشتم. 10 روز باز نیست. نه به خانه میآید نه به دانشگاه. در کجا میخواند؟ من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی. قربانت شوم به من یاری کن. خدایا چیکار کنیم؟ از همه دوره خوب زندگیمون در اون پاروی حیوانات باز در دانشگاه میخونیم. اگر این تقدیر باشد وای بر حالمان. بابا جان کارهای گفتگیتون رو اجرا کردم. اگر دیگر کار نباشد به درس روم. ایستاله به درس میروی. نگاه کن به کلبه ما کی آمده است. کی بابا جان؟ نجیبه که دربارش نقل میکردم. این نبیرم یوسف دانشجوی فکلته حقوق. خیلی شدم. سلامت باش. نجیب پسرم تو چی کاره ای؟ پلیس هستم پدر. سردار امنیت. بابا جان داروهایتون رو آوردم. گرفتم بچه جان. داروها رو میخورید همین طور نه؟ دکتر تاکید کرده بود حرارت دارد لیکن پروا ندارد. جدی نگاه کردن در کار اکای نجیب. مایلش من به دانشگاه. یعنی در فکلته حقوق میخوانی؟ هم کس بوده؟ وظیفه همون رعایت قانون. میدونی از تو پروکورور خوب میبراید. دولت به تو بر این جوانان احتیاج داره. دیر میمونم. با من اجازت؟ باز انتظارم بیایید. البته. با اسب سوار شدن خواهی اکا یوسفه در همینجا فهمیدی؟ بیا ما هم گذاریم. من هیچ کس ندارم دخترم. تو یک خبرنگاری کلان هستی. همه تو را میشناسن. در تلویزیون کار میکنی. به من یاری کن دخترم. قربانت شوم دخترم. یگون کار کرده میتوانی رانو؟ البته میتوانم. خدا تو را به من فرستاد. هزارها بار شکر. اپای خدیجه شما رو امروز در برنامه مهمان میکنیم. چیکار میکنم؟ یعنی شما رو در تلویزیون نشان میدهیم. شنیدی دخترم؟ رانو آپا جانم. دخترم من در تلویزیون چیکار میکنم؟ چی واقعی که به سرتان آمده است نقل میکنید. مسئولان رو برای اجرای کارشان تاکید میکنید. آخر شما بر این حکم نیستند. مادرانی مثل من جبر دیده بسیارند. شما دهان و گوش جبر دیدگان میشوید. آواز آنها میشوید. راضی هستید؟ البته میتوانم. چرا نگویم؟ الان این کار هم حل شد. رفتیم به استودیو. حاضر میرویم؟ بله البته حاضر میرویم. رانو عکست رو در این دیوار آویزان میکنم. اگر پرسن میگویم که این خبرنگاری مشهور دوگانه هم است. تو نغمه کردن گیر چون که قرضدار هستی. من یک سمبوسه و یک نوشابه گرفتم. خدیجه اپا بگذار دفعه اول از حسابی ما چرا نمیگیری؟ گیر دخترم. میشود نوشی جون. دفعه آینده میگیرم. تشکر. خدا از همه اتون راضی باشد. با شما براری کار. رفتیم. برنامه شب ساعتی 9 باز فراموش نمیکنم. خیر. بازدید. خیر. بیا کارمون رو دوام دیم دخترم. نجیب احتیاط باش.
ба худо дада мисли асилзодаҳои таърих будааст. دادا التماس من رو هم سوار کنه. نجیب با دقت باش، ما رو خواطر نکن. نترس خوردکک بود وقتی که باز سوار شد. در بالای اسب کلان شده است. با اسب می رفت. چند ساعت بیدرک می شد. مثل که حاضر دیگر شده است امکی یعقوب. حالا هم بیدرک می شود. همه در فکر می مونیم. بابا جان ممکن شب دیر آیم پس از درس کمی کار دارم. مایلش پسرم خدا توفیق دهد. های نجیب اوچه اپا هم با فکر فرو رفت باز نگوتد. تو چی میشی؟ الپرین تو بیا یک در زده برایم. سوار میشوم. نجیب کودک رو احتیاط کن. باری اول نشیند نگاه کن. زنه غم نخور هیچ چیز نمی شود. نجیب مالا خوب است سی پسر. مالش کنی؟ احتیاط کن. مایلا چوچه خوب خیر تا بازدید. رفتیم خوب خدا چی خیلی باز در امتحان صد امتیاز گرفتی حلالت باد. تشکر خیر تو دیدن باش. ها غفصک رو ندیدی؟ در بوفت مثل هر وقت خورده ایستاده است. تشکر. خب خیر چه خیلی غفصک؟ کمتر خور میکفی. نگاه کن عروست اینجاست. مکتوب رو میدهی؟ میدهم هرچی بود بود. این خیلی زندگی کردن نمیشود. هر وقتی که چشمم رو میپوشم او رو میبینم. خواب روم او رو فکر میکنم. بیدار شوم او رو فکر میکنم. دیگر چاره ندارم. که او چشاو پرد جانت رو میگیرد مگر میبینی راضی شد. های استاد جوان اینجا کوچه نیست. چیزی که خواهی آویزان کردن گیری. اینجا دانشگاه فکر و رفتار آزاد است. برای تو رفتار و فکری آزاد است، اما اینجا جای کاری من است. اگر یک چیز آویزان کردن خواهی رفته امضای رکتور را گیر. مرا از نانا محروم نکن. ما برای تو بر این آدم ها کار نکنیم. تو رفته با فاشیستو همکاری کن. پیش شکی ها شالود. فکر تو به دلبر است، اما اولش باشد در فکر تو است. تست آمده یوسفی من، چابوکی من، ماهیری من میگوید. من اولش رو حاضر؟ من رفته مکتوب رو دهم؟ تست من هم راحتم. یوسف برادر تو هم اشراف شدن میخوایی؟ در این دختر چی دیدی؟ نمیفهمم. تو یک مهنتکش عادی در راغل کار میکنی. آنها مثل شلوک خون نمکن. اولاش با سر نکن التماس. من این کارها را برادر با گروه ما داخل شو. ما یک طبقه ایم. صفی ما زیاد شود. بسیار گپ نزن. دردی من دیگر است برادر.
داداجان آفرین آفرین اولی نجیب جان التماس با دقت باش التماس بیا فروید اکنون ایست جانور فراکنون بیا پسرم بیا بیا پسرم یوسف تو را خوب نگاه میکرده است بچه خوب برین است درسایش هم خوب بوده گست انشالله درسایش خوب و زمانی وزنیم جوان است احوالمان معلوم و دل آرزوها دارم دستی نارسا دارم ما هم نمیدونیم فردا پس فردا کودک ها کلان میشوند چیکار میکنیم نمیدونیم پدر یعقوب یوسف یگان مشکلات ندارد دارد با من نمیگوید با رفیقانش گپ میزد میشنیدم یک دختر رو نزد دیده است او بای دختر بوده است مثل فیلم بگو دختر بای بچه کم بغل از کم بغلیش ناراحت است او هم حق است محیط اطراف چنین است از دستی من چی میآید من برای چی هستم پدر یعقوب من هم پشتبانی او میشوم همینطور نه فکر نکن کم کم به دانشگاه رفته از احوالش پرسان میشوم خدا از تو راضی شود خیلی خوب میشد پسرم بیا رفتیم رفتیم بچه ها میرویم اکنون رفتیم بیا حیران نشو ببین عشق افلاطونیت اومد این با من چی سلام دلبر دارد موضوعهای درس رو یادداشت کردی کردی با من ده چیکار کردی نرسن با من ده آخه چیکار میکنی با من ده ای بس با من ده وای برای دختری هستم زیبا با دلبر نوشته شده است ده این مکتوب رو گفتم چرا عجله میکنی یک جایم بخونیم مردم ما قصه لیلی و مجنون را دوست میدارن دلبر چند وقت باز میخوام با تو حقیقت رو گویم من تو را دوست میدارم چی کار کنم اینا بینا اینا بینا چقدر بی‌ناموس بوده ای حالا با تو شروع شوید سکای برجوه لعنتی ها یک طرف ایستید یوسف بیا با تو گفتم برادر من با تو نگفتم برادر اینها انسان نیستن ایستو عشق و محبت رو اینها نمیدونن اینها فاشیست هستن دادا با من هم دیگه من گیر پسرم یک تا باز یک تا انا یا ای وای آخرین کسومت را در راندی اکنون از دستانت میبوسم خانم هنر شب میدوزم فکر نکن بابای سعید چند سال شد در اینجایت در اینجا تولد شده کلان شدم وقتی که مایده بودید اینجا چه خیل بود چخلی که میگویند نقل کردن نمیشود زندگی کردن در کار مثل مثل بود البته تا سوختن اینجا چخیل سوخت سوزاندند شیطان ها دیدن نتوانستند بخیلی کردند سوزاندن در اینجا کلام وجدان خوب میشود کی سوزان اینش را از پدرت پرس فاروق حسن دوست نزدیکم بود پسر مدیر فرما بود برادر جانی بودیم من چنین فکر داشتم مگر من نمیخواستم که در چنین جایها خانه داشته باشم یا اینکه زندگی بکنم انسان ها به داده شکر نمی کنند چشمشان سیر نمی شود هرچی بیشتر می خواهند هم خودشان را هم اطراف را می سوزند این حسودان تا نسوزند راحت نمی شوند حضر در کجا است ویودم این جای را علا میزنم گفته خودشان در آتش سوخت بعد از سوختار را پیدا نکردم خیریت که کور شدم این احوال را دیدن نمی توانستم
نجیب بگو شو دیر می شود. با ما اجازت پدر یعقوب، باز می آییم. اختیارتون، همیشه انتظاریم. رفتیم بچه ها. رفتیم بچه ها. رفتیم. یوسف این را گیر. تو فرزند مهنت کش هستی، فهمیدی؟ با اینو تو چی کار داری؟ اینا همه‌شون غیر از پولهای پدرشون رو نشان دادن، دیگر هیچ چیز نمیدونن. وای دختر مگر به تو نگاه میکند؟ چرا نگاه نکند؟ اینها تنها به طبقه خودشون رفته و دارن. باوری دارن که قوه در پول است. اگر وای دختر رو اصول کردن خواهی باید با قوت باشی. اینقدر غیر نکن، سرم گیج کردی. تو لگد رو خورده همیخی نشینی. لگد زده قانون رو من نشون میدیم، تو غمش رو نخور، فهمیدی؟ چی کار میکنی ها؟ تو یک لگد میزنی و دو دندانش رو میشکنی، بعد بازارها برد میکنن. مثل تو برای اینو دنگو رو زیر کردن رو دوام میدیهن، با اینها تو لگد اخلام نزنی نمیشود. تو چی ها میگوی؟ در همه دانشگاه شرمنده شدم، تو باشه انقلاب میگوی. خوب نیست، من تو رو وزیر همه دانشگاه ها میکنم. گوش کن، تو رو امشب در مرکزی صنعت انتظار میشم، فهمیدی؟ عمیق بیا، برای تو کارهای خوب زیاد است. شب انتظارم، این رو گیر. شب انتظارم، فهمیدی؟ قصد این لگد رو یک و یک از همتون میگیرم، پسرانی طبقه بالا. برنامه رانو کی سر می شود؟ برنامه مستقیم است نه؟ بله بله، با فکرم ساعت 9 سر می شود گفته بود. یگید کجاست؟ چند مدت است نمی نموید؟ یک چند روز اجازت گرفت، با کوه با شکار رفت. نجیب، با ما هم یک تعطیل لازم است. انا اپای رانو. اما سر شد، جیم شوید. برنامه اولین موسم نو را آغاز میکنیم. چطوری که میدونید مسئله جوانان در کشور ما موضوع مهم است. متاسفانه جوانان بیکار و نادان و ساده‌دل هدف بعضی تشکیلات‌های غیرقانونی و اشخاص سیاه‌دل می‌گردند. امشب در برنامه درباره یکی از جوانانی که به دام چنین تشکیلات‌های غیرقانونی افتاده است نقل می‌کنیم. در اینجا مادر این جوان حضور دارند. مرحمت، خوش آمدید به برنامه ما. ببین چه مویش زیبا شده است. بله، لباسش هم خیلی زیبا. اپای رانو اینقدر زیبا شده است. بس در اینجا مادر دلسوز است. شما لباس و موی میگوید. ای بس. راست میگوید کودک. رانو برنامه رکلام میکند مگر؟ میلش نمیمونید که گپ زنیم. خاموش شدیم. خواهش میکنم که با ما درباره چطور به دام این تشکیلات اما که نجیب سرا آن دستگیر نمیکنید. با دستگیر کردن تمام نمیشود. کدامش رو دستگیر کنیم دخترم؟
در جای عادیست. دستت را بردار. ایستا اکا توفنگت رو گیر. من محمود چوپان گوسفندم گم شده است. او رو میکوبم. یا خدایا، از کجا میدانم؟ ناگهان پیدا شده. دمگیر، چای دارم، می نوشی؟ مایلش به خدا. در خنوکی شب استخوان هم گرم می شود. مرحمت، چای. چی شد اکا؟ در این جای به آدم چی میکوبی؟ ما هم مثل گوسفندی تو از رحمت جدا شدیم. کو بینیم احوالمان چی می شده باشد. اما اکا میگویند از رحمت جدا شدی گرگ میخورد. ما خودمان گرگ هستیم شیر بچه. کسی که ما را نمی شناسد خوب، کسی که شناسد پشیمان می شود. به خدا تو یگان درد داری، صبر کن. پسرتان رو چی طور گم کردید؟ دخترم آنها شیطانند. هزارها بهانه کرده پسرم رو از راه زدند. ما فقیر هستید، پول دادن به او. آنها در روی دیوارها هرچی می نویسند. آنها کارشان را میدانند اکای نجیب. جوانان را فریب میدهند. گناهگار پدر و مادرشان است. تنها به درس روان کردن کار تمام نمی شود. این بیچاره زنک چیکار کند حاضر؟ آخر زوری وی به چی میرسد؟ من عموما میگویم کودکانی که بی مهر کلان میشوند عشقشان را در دیگر جایها میکوبند. باز چی باشد؟ این عکس من است. عکس پسرم. من عکسای نو گرفتم با شما نشان میدیم. معلش. اوه مظفر در کجا هستی؟ اگر چی خیلی که میدونید نوبادار هستم. ببخشید شما رو ناراحت کردم. استغفرالله، مرحمت. با شما فوراً واخوردنم لازم. چی شد؟ یگان کاری بد نشده است؟ وقتی که شما آمدید بد گپ میزنم. معلش، نباشد حاضر میآیم. زنک، من لباس هایم رو عوض کرده به نزد مظفر میروم. کنی آمکد رو یک بوسه کن؟ نه. اپا مظفرین کیست؟ یک یتیم بچه است. نجیب فرشته نیکوکار کو بچه را گرفته پلیس کرد. اکنون سردار نجیب میگوید تنها. چی شد پسرم؟ در این به وقت کجا می روی؟ کارت چی؟ با تو چی؟ در اینجا در درون پرروها ایستاده بیزار شدم. در دانشگاه حتی از بوی به من هیچ کس نزدیک نمی شود. بس اکنون می روم. پسرم این خیل نگو. ما کار بیشرمی نمی کنیم. لقمه همون حلال است. بعضی ها همین را هم ندارند. اشکم همون سیر است. عادت کرده شکر گفتن رو. گویا که این گپ شکمتون رو سیر میکنید. چی کاری که میخواهید کردن گرید. من رفتم. کنی به این تشکیلات روم بینیم که لگت انقلاب رو چخیل میزنند.
салом алейкум барои кор наҷиб ваълайкум ассалом. стағфируллоҳ. марҳамат ин тараф гузарем. чӣ гап қани нақл кун. тинҷи аст чӣ дард доред кӯ бигӯ. امشب دیر شد فردا هستم دیگه تو دیر نمون. مرحمت نیش جان شود چی شد؟ سلام علیکم. کی رو میکوبه برادر؟ اولاش گفتن یک برادر رو میکوبم. در مولا است اکتزار شب جیغ میزنم. дидед озгури гуфтаатон тарси наомад. дигар касро ёфта наметавонӣ. дар ин бевақти киро ёбам ака. нашавад танҳо меравӣ. ин кор шаб анҷом меёбад. ҳодисаро аз номи ташкилот ман ба ӯҳда мегирам, фаҳмидӣ? акнун дар болобудагиҳо ба мо баҳои аъло медиҳанд. биё. ула шака дар поён туро мепурсанд. майлаш турам ҳозир меоям. майла шака. ака ба фикрам юсуф омад. юсуфат кист? барои кори мо як одам, барои кори мо пайдо кардем одамро. девона ду бомба партофта инқилоббозӣ мекунад. беақл. ака медонед занам нав кӯдак таваллуд кард. харҷи иҷора боз харҷи кӯдак зам шуд. хеле қарздор шудам. бо ин маош дар ин замон хеле мушкил аст. ғам нахӯр, ҳал мекунем. чӣ қадар лозим аст? ака аз навбадорӣ баромада кӯдакро ба духтур мебарам. бубахшед ба худо шарм мекунам. шумо намебудед ба ин рӯзҳо намерасидам. ба ёрдаматон одам шудам, хонадор шудам. майлаш гузашта рафт. бубин як полисе мисли шер шуде. мон он рӯзҳоро чӣ қадар лозим аст гап зан. ҷунаҷон юсуф чӣ қадар кори хуб кардӣ ки омадӣ. ман мебар омадам. ба куҷо меравем? биё ба ту корам аст. ба куҷо меравем гап зан. роҳ гард мефаҳмӣ рафтем. ака ба куҷо рафтанамонро нагӯӣ, ба ман ҷавоб. чӣ қадар одами серҷоҳ будаӣ? имрӯз нафароне ки туро лагат задам мо ҳам онҳоро лагат мезанем. як лагати фаромӯшнашаванда. чӣ кор мекунем? ман чӣ кор карданамро мегӯям. با ما هستی یا نه کنی بگو. ها آره همین خیر اکنون با من بیا. ака агар ба шумо лозим бошад ман аз дигар ҷо меёбам. ҳеҷ хел гап музаффар. дар зиндагӣ ғайр аз дӯстон дигар ҳеҷ кас нест. дар рӯзҳои сахтӣ якдигарро агар дастгирӣ накунем кай мекунем. ба мо ин хел омӯхтанд. ака шумо беҳамтоед. ана лагатро ба ҳамин ҷо мепартоем. ба куҷо? ана ба ҳамин полисҳо. фаҳмидам, лекин дар он ҷо полисҳо, дар ин ҷо чӣ кор мекунем? лагати инқилобро мепартоем. барои муборизаамон аз ин хоинҳо саволу ҷавоб мекунем. чӣ хел инқилоб? чӣ хел мубориза? моро мекушанд. охир ниҳоят чӣ гуноҳ дорам? чӣ кор кунам? бояд полис намешудам. дар ҷое ки бомба мепартоем наистанд. тақдир ҳамин аст. ту каме дар ин ҷо исто, ман аз вай банкомат пул гирифта меоям. ака аз шумо миннат дорам. шуд нигоҳ кун, як тош хиста меравад. бахташ баландӣ кард. ягон беақлӣ накарда биё аз ин ҷо равем. ту ҳам мисли ман танҳоӣ магар? зану фарзанд надорӣ? ҳанӯз насиб нашудааст. аммо як дӯст дорам ки ҳамдами ман аст. ҳамин тавр? ки аст вай? ана ҳамин ака. дар дунё ягона чизе ки дорам ана ҳамин. набошад навоз ки ба ҷароҳатамон дармон шавад.
چیکار میکنیم؟ با من میگوی یا نه؟ گفته بودم کو بسیار گپ نزن، محشر میکنیم، همه رو خونالود میکنیم. عقلت رو خوردیم اگر؟ کدام خون؟ او این آدم بیچاره چی گناه دارد؟ شاید صاحب زن و فرزند است و میفهمی. نباشد میترسی؟ برای شهید انقلاب شدن مردم عمل میکند. ببخش لیکن من در این کار همراه نیستم. اکنون خیلی دیر شد. با من یاری داد میگویم. از حادثه خبردار بود میگویم. بچی بلو تو مرا گرفتار کردنی. گیر این را با سرت پوش. این از کجا برآمد؟ تروریست هستیم ما. خیلی بسیار گپ زدی. این را پوش. خردسندی سر بشود. اینها کی باشند؟ مسافر احتیاط کن. این نکر نجیب است. سرتی دستا برو. مرد فاشیسمو. زنده باد مبارزه انقلابی. زنده باد مبارزه انقلابی. گرفتیم. زود بگرفتیم. زود. حامیان فیلم